خب در این قسمت میخوام راجع به تشخیص زودرس و غربالگری سرطان پستان صحبت بکنم. برای تشخیص زودرسش اگر که بالای سن 40 سال هستید بهتره که به یه مرکز بهداشت یا یه مطب ماما مراجعه کنید که معاینه بالینی براتون انجام بدن، شرح حالتون رو بگیرن و اگر لازمه برای غربالگری ماموگرافی یا سونوگرافی انجام بشه براتون راهنماییتون بکنه. خوبی مراجعه به ماما در مطب یا در مرکز بهداشت این هست که به شما یاد میده که چگونه هم خودتون رو امتحان کنید، یعنی پستانها رو معاینه کنید که معمولا روش معاینه خب خاصه و حتما نیاز به این داره که توسط یه فرد ماهر بهتون آموزش داده بشه. معاینه کلینیکی هم مثلا سال یه بار میتونید توی مراجعه که به مرکز بهداشت یا مطب ماما یا مطب پزشک دارین اون معاینه بالینی انجام بشه. اگر زیر 40 سال هستید و در خانواده سابقه دارید، توصیه من اینه که حتما مراجعه کنید که اون پلن غربالگری یا اون پلن برنامه پیشگیری رو براتون به صورت شفاف بر حسب موردی که شما دارید براتون طراحی بشه. اما در مورد غربالگری شاید از اسم ماموگرافی رو شنیده باشید. بهترین روش تشخیص زود هنگام غربالگری سرطان پستان ماموگرافیه. اما ماموگرافی رو شما نمیتونید همینطوری برای خودتون تجویز کنید. وقتی که بالای 40 سال هستید و تشریف میبرین به یه مرکز بهداشت یا یه مطب ماما یا مطب پزشک، بر اساس شرح حالی که دارید براتون ممکنه که سونوگرافی یا ماموگرافی توصیه بشه که خب میرید انجام بدید. حالا تو خیلی از کشورها ممکنه که به صورت مرتب بگن که هر 2 سال، هر 3 سال یا هر 5 سال باید انجام بشه، ولی شما بهتره که این پلن رو که به چه فاصله و کی انجام بدین رو با مشورتی که با پزشک یا ماما انجام میدین براتون این طراحی بشه. در مورد معاینه بالینی هم با معاینه با دست فردی که دائم معاینه کرده و ماهره میتونه توده های خیلی کوچیک رو زودتر تشخیص بده که خب وقتی که زیر دستش حس کرد و اگر مشکوک شد میفرسته برای ماموگرافی. اونایی هم که عرض کردم سابقه فامیلی دارن حتما زودتر مراجعه کنن، به خاطر اینکه به خصوص اگر تو فامیلشون در سن زیر 40 سال فردی مبتلا شده باشه خب اینا باید دقت بیشتری براشون انجام بشه. پس بنابراین با معاینه توسط خودتون، معاینه توسط ماما یا پزشک، سونوگرافی و غربالگری توسط ماموگرافی میشه سرطان پستان رو زودتر تشخیص داد و زودتر درمان کرد.